احترامانه از نام پیغمبر خدا خواهش دارم پدر و مادر آزار ندید. باور کنین اگر شما بخواهید که در قبر شما باغهای از جنت باشد و شما وارد جنت شین و قصرهای بهترین جنت از خود کنین، هر آینه پدر و مادر از خود راضی کنین. زیرا رسول اکرم گفتند که دعوت الوالدتی اسرع اجابتا، دعای مادر اسرع اجابتا. اسرع از کلمه چی است؟ در حال اجابت می‌یابد. گفتم پیغمبر دعای مادر در حال اجابتش میرسد. قیل لما یا رسول الله، پرسیدن چرا که دعای مادر در حال تأثیر میکند؟ گفت هی ارحم من الاب و دعوت الرحیم لا تسقطو. پیغمبر خدا گفتند زیرا که مادر از پدر دیده رحمتر است. رسول الله گفتند و دعای رحیم، دعایی که آدمی که رحم داشته باشد، لا تسقطو، نزد خدا نمیغلطد، بلکه اون چی میشود؟ بالا برداشته میشود و به اجابت میرسد.